سلام به همه عزیزان دل. اینجا ما داریم دیوار سیمانی رو آماده میکنیم برای نقاشی که سیمان سفید بود و این سیمان سفید یه حالت زبری داره و نمیشه روش رنگ کرد و رنگ بکنی دستی بخوره پایی بخوره زخم میکنه. برای همین ما اومدیم یه لایه ماستیک کردیم، یه لایه بتونه کردیم رو کارمونو و این بتونه کردن ما باعث میشه اون زبری دیوار گرفته بشه. بعد از اینکه کامل بتونه کردیم 10 ساعت بعد 12 ساعت بعد یا روز بعد یه سنباده میکشیم، بالا پایینش رو میگیریم و سپس شروع میکنیم به بتونه کردن و تمیز کردن کارمون. و دوباره بعد از بتونه کردن دوباره یه دست دیگه سنباده میخوره و بعد از سنباده خوردن یه لایه دیگه ما بتونه میخوایم که دیگه هیچ بالا پایینی رو نبینیم و در آخر یه دست بتونمونم میکشیم و تمام. بعد از خوش شدن یه سنباده نرم نهایی میکشیم و دیگه این دیوار که میبینین دیگه آماده رنگه، یعنی رنگش هم خورده و شما دیگه هیچ بالا پایین و زبری رو دیوار نمیبینین. این برای حاشیه دارم الان حاشیه بالا دیوار رو میزنم که سقف کثیف نشه، چون دیوار روبرومون توسیه. بچه‌هایی که میبینی لکه گیری میکنم، یه کاغذم میذارم بالا دست قلمم که کثیف نشه. تا دیداری بدرود. درود.